و میگفتیم. ما میدونستیم که هیچ نیروی در مقابل آقای بشار نیست، اما باور نمیکرد. یکی از دلایل بزرگ این که ما شنیدید همه جا میگیم که ما نظامی شکست نخوردیم، اصلا جنگی نبود، مردم قیام کردن و یه سیستم فاسد رو حذف کردن. خب این واقعیت صحنه بود. حالا ابعاد بحث دیگه هم زیاد داره، اما یه شبهه که معمولا دوستان دارم میگن من میگم و میرم بحث آینده مقاومت، چون نمیخوام خیلی رو سوریه بایستم. خیلی از من میپرسن بشار خائن بود، بشار به عمد این کار رو میکرد. نه، آقای بشار معتقد به مقاومت بود، اما تعریفش از مقاومت با تعریفی که ما از مقاومت داشتیم بسیار متفاوت بود. ایشون نقش سوریه رو در مقاومت یک نقش بسیار محدود تعریف میکرد. یعنی چی؟ وقتی که طوفان الاقصی شکل گرفت ما همون موقع اعلام کردیم از طریق سفیر، از طریق فرمانده، حتی وزیرمون که اومد تو منطقه که آقا الان وقتشه سوریه میتونه حمله بکنه و بخشی از زمینایی که ازشون گرفته اسرائیل ملعون بگیره. ما هم حمایت میکنیم، حزب الله فعال، فلسطینیان فعالن، اسرائیل هم یعنی رژیم صهیونیستی هم در اوج، در حضیض ناتوانیه. ایشون گفتش که نه، من در مقاومت فقط سکوی پشتیبانی شما اگر خواستید هواپیماتون بیاد، اسلحه بیارید، ببرید بجنگید، من وارد جنگ با اسرائیل نمیشم. ایشون اصلا تعریف ابتری از مقاومت در سازمانش بود. ما مجبور بودیم توجیه بکنیم. خیلی از سوریان میمدن میگفتن آخه چرا شما ایرانی‌ها مثلا بعد از این طوفان الاقصی 1 و 2 شما از ایران چند هزار کیلومتر میزنید، اما کشور ما با اینکه امکانات خیلی زیادی هم داره از مثلا فاصله 200 کیلومتری نمیزنه. مردم سوال داشتن. مردم سوریه مردم ضد استکباری عجیب غریبی هستن. توده های مردمش مردم عجیب غریبی هستن در مقاومت، که حالا بهتون میگم آینده مقاومت. این که حضرت آقا اشاره میفرمایند، به چی اشاره میفرمایند حضرت آقا؟ خب آقای بشار تعریفش از مقاومت یه تعریف ابتر، ناتمام و بدون ابتکاری بود. همون نقشی که از جنگ 33 روزه داشت همون رو میگفت من همون رو ایفا میکنم، در حالی که تمام مناسبات منطقه تمام عوض شده بود. 3 تا جریان هم گولش زدن. یک، خود روسا یکی از عوامل فروپاشی سوریه بودن. روسا بعد از طوفان الاقصی کاملا تو پرونده و در جبهه رژیم صهیونیست عمل کردن. هر اقدامی شما بعد از طوفان الاقصی در منطقه شامات میبینید روسا در جهت منافع رژیم صهیونیستی انجام داد. هر موقعی که قرار بود مقرهای بزرگ ما رو بزنن، مثلا وقتی مقر اطلاعات ما رو شهید صادق رو زد، تمام سیستم‌های راداری رو خاموش کردن که اسرائیل بتونه مقر صادق رو بزنه. من اتفاقا خودم با صادق جلسه مثلا ساعت 10 بود، اما یه مهمونی داشتم، محل فاصله که موشک خورد با ما تقریبا شاید مثلا 500 متر یا 600 متر مقر 2 تا ما توش مزه بودیم. من به صادق قرار بود دارم پیشش که مهمونم اومد، یه چند دقیقه معطل شد، گفتم حالا صادق کی هست دیگه، که صدای انفجار بلند شد و دیگه رفتیم دیدیم 8 تا از بچه‌ها که 3 تاشون از دوستای نزدیک خودم بودن، خب بنده خدا همه دیگه تیکه پاره شده بودن. تو بحث شهید سید رضی همینجور و بزرگترین خیانتشون تو بحث شهادت فرماندهان شهید ما، شهید زاهدی و شهید رحیمی، دقیقاً در جهت منافع اونا عمل میکردن.
و همین جریان همیشه سعی میکنه ایران را از چارچوب ارتباط با سوریه خارج بکنه. برادر من، روسا وقتی که ما طرح دفاعی رو به آقای بشار دادیم، روسا هم یه طرحی دادن. طرحشون این بود که ما خب طرحمون زمینی و متکی بر نیروی انسانی و ایناست، روسا متکی بر هواپیما. اینا گفته بودن که ما با عملیات پیش دستانه هوایی کل ادلب رو از بین میبریم و توان مسلحین رو از بین میبریم. یعنی دقیقاً برآورد غلط به بشار، و بشار به جای اینکه بیاد و طرحهای ما رو که مبتنی بر دفاع روی زمین بود بپذیره، حرفای اون رو پذیرفت. خب 3 بارم اینا عملیات کردن، 3 تا حمله سنگین در طی حدود 20 روز، بمباران خیلی سنگین روسا کردن. اما کجا رو زدن؟ الان تحریر شام میگه عمدتاً بیابونا و خونه‌های مردم رو، در حالی که با ما گزارش میدادن عمده قوای تحریر شام رو زدیم. بعد بچهای اطلاعات ما میگفتن بابا این قوای این اصلا ضربه نخورده، اما کسی گوش نمیکرد، یعنی سیستم.